سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و تاکید بر همکاری توسط وزارت معادن افغانستان و اتاق تجارت مشترک افغانستان و آمریکا. کاهش شمار پناهجویان در جهان اما ادامه مهاجرت فلسطینیان. و انجام عملیات تلافی جویانه ایران علیه اهداف نظامی آمریکا و بستن تنگه هرمز. امروز پنجشنبه 21 ماه جوزای سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: عبدالرحمن قناعت معین پالیسی و برنامه‌های وزارت معادن و پترولیم با جفری گریگور رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان آمریکا دیدار کرد. وزارت معادن و پترولیم میگوید که در این دیدار رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان و آمریکا نسبت به همکاری‌ها برای جذب و گسترش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معادن افغانستان اطمینان داد. از سوی هم آقای قانت اطمینان داد است که تسهیلات لازم برای جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های معتبر فراهم خواهد شد. در ولسوالی گلران ولایت هرات کار ساخت 60 خانه مسکونی برای زلزله زدگان قریه بیدک مرادکوهی با هزینه 20 میلیون افغانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. این خانه ها از سوی جمعیت لاله‌احمر افغانی ساخته شده و با تکمیل آن برای 420 تن از زلزله زدگان زمینه سکونت فراهم گردیده است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است که شمار افراد بیجا شده در جهان در سال 2025 برای نخستین بار در یک دهه گذشته کاهش یافته، اما بحران طولانی مدت پناهندگی همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از این نهاد گزارش داده است که در سال گذشته 5.4 میلیون نفر به دلیل جنگ، درگیری و آزار و اذیت‌خانه‌های خود را ترک کردند. بر اساس این گزارش شمار مجموعی پناهندگان و افراد در وضعیت مشابه پناهندگی در جهان به 41.6 میلیون نفر رسیده که از این میان 6 میلیون نفر را پناهندگان فلسطینی تشکیل می‌دهند. و در آخرین خبر سپاه پاسداران ایران اعلام کرده است که در پاسخ به حملات نیروهای آمریکایی به برخی نقاط در بندر عباس بامداد امروز 2 موج عملیات تلافی جویانه علیه اهداف نظامی آمریکا در کویت و بحرین انجام داده است. در اعلامیه سپاه پاسداران آمده است که در این عملیات‌ها 18 هدف مهم متعلق به نظامیان آمریکایی را در پایگاه‌های هوایی علی سالم، احمد الجابر و شیخ عیسی هدف قرار داده است. بر اساس اعلامیه اهداف مورد نظر با موفقیت مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شدند. این در حالی است که پایگاه مرکزی خاتم الانبیای ایران اعلام کرده است که در پی حملات نیروهای نظامی آمریکا به برخی مناطق جنوب ولایت هرمزگان و به دلیل ناامنی در منطقه تنگه هرمز برای هر گونه رفت آمد کشتی‌های نفتکش و تجاری بسته شده است و هر گونه تردد در این مسیر هدف قرار خواهد گرفت. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.